درود، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. امروز اومدیم که درباره یک شاعر خیلی خیلی مطرح ایرانی صحبت کنیم که کلی پیشبینی عجیب و غریب و البته درست از 10 قرن پیش کرده درباره کشور خودمون و میخوایم بررسیش کنیم، ببینیم که چه پیشبینی هایی تو آینده قراره اتفاق بیفته. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش که درباره این شاعر صحبت کنیم و ببینیم که چه پیشبینی هایی درباره کشور ما، درباره جاهای دیگه و تو شعرهاش چه کنایه ها و چه تیکه ها و چه حرف هایی زده، چه حرف های پنهانی داخل این شعرهایی که گفته هست که از قرنها پیش بوده. این شاعر از قرنها پیش به دنیا آمده و قرنها پیش این شعرها رو گفته، ولی میخوایم بریم داخل این ویدیو و بررسیش کنیم که چرا واقعا این شاعر قدرت پیشبینی گویی داشته و تونسته که خیلی از اون چیزهایی که گفته رو در سالهای آینده مردم اون زمان ببینن. پس بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیو. اسم این شاعر شاه نعمت الله ولی است که داخل اون زمان که شاعرها بودن و حالا شعر میگفتن واسه ما، این هم یکی از اون شاعرهای مطرح اون زمان بوده، یعنی 10 قرن پیش. اما اینقدر که توی شعرهاش کنایه ها و تیکه هایی داره که امروز اومدن درباره‌اش بحث کردن و درباره شعرهاش صحبت کردن. حالا بچه‌ها، من اگه دوست داشته باشید قطعاً توی پارت میام تمام شعرهایی که گفته رو میگم، حالا با معنیش. البته که اینم بگم من ادعایی تو شعر خوندن ندارم و قطعاً که میدونید که شعر اصلا یه چیزیه که به صورت کلی حرفشون رو میزنن، نمیدونم مثلا کتاب خوندن نیست، یه چیزی میگن اون معنیش باز 10 خط میشه، ولی من حتما این کارو براتون میکنم. اما بریم ببینیم چرا این شاعر خاص به نظر میاد و خاص‌تر شده. به خاطر پیشبینی هایی که کرده. خب همونجوری که ما میدونیم ایران و حالا کشور ما جزء پرتمدن ترین کشور جهانه و فراز و نشیب‌های خیلی زیادی رو تجربه کرده، خیلی زیاد، خیلی یعنی یه زمان توی قله بودن، باز یه زمان اومدن پایین، زمان قاجار، نمیدونم زمان ساسانی فلان، اینا هی میان پایین، هی میان بالا، هی میان پایین، هی میان بالا. و این فراز و نشیب این شاعر عزیز اومده پیش بینی کرده و تو شعرهاش با کنایه هایی که گفته درباره این فراز و نشیب ها صحبت کرده. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی میگم دلیلی که این شاعر خاص شده همین بوده، اینکه اومده درباره این شعرها تحلیل کرده، صحبت کرده و حرف زده. و البته یه چیز خیلی مهمتری هم که خواستم بگم اینه که خیلی از مردم زمانی که به یک حالا مثلا نقطه سقوط میرسن، به یه نقطه پایین میرسن، شعرهای این آدم براشون مهم میشه و میرن تحلیلش میکنن، میبینن که این توی این بیت، این توی این نص این حرفو زده و همین خاصش کرده این شاعر رو، در صورتی که خیلی وقت هم هست فوت شده و دیگه تو جمع ما نیست و همین کمی عجیب و غریبش کرد. فقط بریم کمی سر اصل ماجرا و ببینیم که ماجرا از کجا شروع میشه. این شاعر توی خیلی از شعرها و حالا اون چیزهایی که درباره‌اش صحبت شده و مفهومی که داره اون شعرهایی که خونده درباره گرونی، نمیدونم قحطی، یه سری ناعدالتی ها و چیزهای مختلف صحبت کرده، اما نگفته در چه دوره‌ای و در چه زمانی و همین یه کمی عجیبش کرده. خب و مثلا خب تو زمان قاجار بوده، تو زمان ساسانی بوده، تو زمان بوده، میگم دیگه 10 قرن پیش بوده، خیلی وقت پیش بوده. و اینکه خب شما بیایید درباره اینها صحبت کنی، به نظر من کار شاخی نکردی. و البته اینم بهتون بگم اون زمان هیچ تکنولوژی نبوده، هیچ چیزی نبوده و واقعا کسی تصورش هم نمی‌کرده که مثلا اینقدر تکنولوژی‌های مختلفی یا چیزهای مختلفی، حتی همین هوش مصنوعی هم اومده یه جورایی واقعا توی اون شعرهایی که گفته جا انداخته. حالا بچه‌ها میگم اگه دوست داشتید شعرهاش هم بدونید، حالا خودتون میتونید سرچ کنید، ولی اگه دوست داشتید حتما حمایت کنید که ما داخل یه پارت بریم فقط شعرهایی که گفته رو بخونیم. البته تو فضای مجازی زیاد داره پیچیده میشه و همه در واقع صحبت می‌کنن و شعرهاشون میگن، ولی خب یه سریاش هم شاید دستکاری شده باشه، یعنی همش قرار نیستش که واقعی باشه. و از اون زمان تا این زمان
خیلی اتفاقات افتاده. پس من نمیتونم بیام همه حرفاش بگم که حرفای خودش بوده و قطعیت بگم. خیلی از شاید صحبتاش خودش بوده و همون اتفاقاتی که افتاده حالا واقعا صحبت خودشون بوده، اما یه سریاش هم ممکنه که حالا اون پادشاهایی که داخل اون زمان بودن، مثلا زمان قاجار، زمان ساسانی، زمان نمیدونم عثمانی فلان اینا بودن، بیان تغییر بدن به نفع خودشون حرف بزنن. خب چون این شاعر یعنی حالت پیشگویی داره دیگه، پس بیان درباره خودشون صحبت کنن و خوبی‌های خودشون بگن و تغییرش بدن. پس همه اینا ممکنه. و اینکه این چیزیه که خواستم بهتون بگم و درباره‌اش صحبت کنم. اما رفقای عزیزم، یه سری پیشگویی‌های دیگه هم انجام داده این شاعر نعمت الله. بله ایشون شاعر خوبیه آقا. ایشون درباره اینکه مردمی از شرق برپا میخیزن و یک حرکت بزرگی انجام میدن صحبت کرده و اینم یکی از اون پیشبینی‌هاییه که انجام داده. و تو شعراش هم درباره اینکه انسان‌ها یک روزی دیگه قرار نیست کار کنن و یه سری افراد دیگه قرار بر اون کار کنن و اینا هم صحبت کرده که اشاره میکنه به همین هوش مصنوعی و ربات‌ها و یه سری داستان‌های دیگه تو اون زمان اینا رو پیش بینی کرده و کلی پیش بینی دیگه. اما رفقای عزیزم، این بود از این ویدیو و خواستم درباره این شاعر که خیلی هم وایرال شده و درباره‌اش صحبت میشه رو با هم دیگه حرف بزنیم، یکم مشاهده کنیم و قرار نیست ما مثلا بیایم حرف‌هایی که زده میشه رو لایک بدیم یا دیسلایک بدیم، فقط درباره‌شون صحبت می‌کنیم. حالا اینکه چه شعرهایی گفته، چه پیشگویی‌هایی کرده رو من نمیدونم و چه چیزهایی تو فضای مجازی هستم نمیدونم، چون خیلی حرف زده میشه و خیلی تغییرات میتونه رخ بده. پس هیچ کدومش دلیلی بر تایید یا تکذیب حالا این حرفایی که زده میشه نیست. امیدوارم که صرفا از این ویدیو خوشتون اومده باشه و سرگرم شده باشید و کلی کیف کرده باشید و تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. میبینمتون، دوستتون دارم خیلی زیاد.